السلام علیکم رحمت الله و برکاته برادران اهل اسلام. من یک زن هستم. درد دل خود از جمهوری تاجیکستان میرسانم به ویسولی حق و از تمام درد دل زنهای تاجیکستان و مردهای تاجیکستان و مظلومان تاجیکستان. ما مظلوم هستیم. در جمهوری ما نه عدالت نه قانون نه دموکراسی وجود دارد. از سر ما زنان تاجیکستان سطر را میکشند و از شوهرای ما ریش را میگیرند. به طرز مجبوری درای مسجد ما را میبندند و کودکای ما را نمیمونند که تا 18 ساله به مسجد روند. راه حج مردان ما را بستند تا سن 35 ساله. ما مظلوم هستیم. ما دست دراز میکنیم که به دست دراز کرده ما کمک کنه. و زنهای تاجیک را میبرن و زینا میکنن و بعضشون را در دوری کانالای آب میکشن. در این خلجا یگان کس نمیخیزه ای خلق تاجیک دفاع کنن. یگان کس نمیخیزه از زنهای تاجیک دفاع کنه. در جمهوری ما عدالت وجود نداره. دختر 19 ساله را بردن و طور دروغ از مدوچیرش بردن، در کالا مواد مخدر دادن و او را بردن، در ناموس از رسیدن و به پلیس مراجعت کردن. و آدم 2 دله داشت در پلیس، او را برای دلهاش برده جزا ندادن. 3 دلش ایچی که در ناموس دختر تاجیک رسید، ای را برده. دلار ای را دیده در تاجیکستان ما قانون وجود نداره، دلار وجود داره، دلار. ما زنهای تاجیک میگم که چی گپ چی خبر در این باره پرزیدنت ما میشود، این حقیقت داره، این هسته. اوایی که میبراین میگن حقیقت نداره و یخشو پارخرو این قانونا رو ویران میکردگی آدم ها هستن که میبرن قانون کردگی خشون با دفاع میکنن. و گفتن که او رو به ملیسا دادن و دختر گفتن که و دلار سخت کرده. گفتن که تو شاهد نداری. در وقت تجاوزی و کی شاهد میشه و خدا بزنه شما را الهی نه؟ در وقت تجاوزی و کی شاهد میشه و برده و دار داده تجاوز کرده؟ ما به همین ویسولی حق گفتنی هستم که بدادی ما مظلومان خلق تاجیک بخیزه نجاتانو خیز. بدادی ما مظلومان بیرسه. و در برنامه همین تلویزیون تاجیکستان یک شعار دارم: تاجیکستان ما از تو ثروت نمیخواهیم، وطن هستی بس است، با خس خارت برابر زندگی کردن بس است. خلق تاجیک همه با همه خار خس زندگی داره. این سرورایی که در تاجیکستان شدگن با همه سرورای تاجیکستان زندگی دارن. ایایی که در همه سری دولت شدگن با همه سرورای تاجیکستان زندگی دارن. یک ذره نمیمونن که از سروری همه تاجیکستان همه خلق تاجیک بگیره زندگی کنن. خلق تاجیک برق نداره، آب نداره. در تاجیکستان ما سالی 2003 سال آبی تازه اعلام کردگی شده است. ما میریم با خر با عربه از دیگر قشلاق‌ها ایدوری کوبت ها آب میگیریم و میاریم استفاده میبریم. ما در زمستان به تپک علاوه میکنیم. ما سویت نمیبینیم. خانه تان بسوزه ظالما، خانه تان بسوزه امام علی قطعی همه اولادت، خانه بسوزه قطعی قانونای برآوردگی، خانه بسوزه قطعی همه ناعدالتی.